خیلی متشکر، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب شهادت سید الساجدین حضرت علی بن الحسین علیه السلام است. ایام بسیار مهم بعد از عاشورا، در واقع ایام حماسه زینبی است. در چنین
مسیر حرکت نورانی پرشکوه حماسی زینب کبری و حضرت امام سجاد و بقیه اسرای عاشوراست. اینها که توانستند با این حرکت خود ماجرای عاشورا رو ابدیت ببخشند، اون رو دائمی کنند، زوال ناپذیر کنند. ما هم امروز در چنین روزهایی احساس ارتباط قلبی بیشتری با اون شهیدان عظیم الشأن می‌کنیم. اربعین هم در پیش است. ملت ما، ملت عراق، مردمان زیادی از ملت‌های دیگر در تدارک حماسه بزرگ اربعین. حماسه اربعین یک پدیده فوق‌العاده‌ای است که به لطف و فضل الهی در هنگامی که دنیای اسلام نهایت نیاز رو به این چنین حماسه‌ای دارد به وجود آمده است. یاد سرور شهیدان رو در دلهای خودمون، در ذهن خودمون مقتنم می‌شمریم. سلام ارادتمندانه و مخلصانه خودمون رو به اون بزرگوار، به اون بزرگواران و به خاک پاک شهیدان اهدا می‌کنیم. عرض می‌کنیم ای صبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاکشان رسان. این اجتماع عظیم امروز، این جمعیت جوان و پرشور و بسیجی که یادآور اجتماع در همین عرصه و ورزشگاه در دهه 60 است که اونجا جوانها رفتن و به پیروزی رسیدن و انشاءالله شما هم در عرصه هایی که در پیش رو دارید به پیروزی کامل خواهید رسید. این جلسه بزرگ در موقعیت بسیار حساسی تشکیل شده است. موقعیت کشور، موقعیت منطقه، موقعیت جهان موقعیت‌های حساسی است، به خصوص برای ما ملت ایران. حساسیت از این جهت که از یک طرف عربده‌کشی‌های سران استکبار و سیاستمداران آمریکای جهانخوار، از یک طرف قدرت‌نمایی جوانان مؤمن و پیروزی‌های پیاپی در میدان‌های مختلف، از یک طرف مشکلات اقتصادی کشور و تنگی معیشت بخش بزرگی از مردم کشور
مردم ضعیف کشور و از طرفی حساس شدن و به تکاپو افتادن نخبگان کشور که این وضعیت اونها را حساس کرده است، به تکاپو و تلاش فکری و عملی وادار کرده است. کشور به خاطر وجود مشکل از خمودگی و بیعملی در آمده است. خیلی ها که فقط تماشاگر بودند امروز احساس وظیفه می‌کنند و سرگرم تلاش می‌شوند. اینها جهات مختلفی است. اوضاع ویژه‌ای است برای کشور و این جلسه در چنین شرایطی تشکیل شده است. جان کلام من در صحبت امروز عبارت است از اول عظمت ایران، دوم اقتدار جمهوری اسلامی و سوم شکست ناپذیری ملت ایران. اینها رجبخوانی نیست. اینها شعار محض نیست، سخن توخالی مثل بعضی از شعارها و حرفهایی که بعضی دیگر میزنند نیست. اینها واقعیاتی است که دشمنان ملت ایران آرزو میکنند که ما اینها رو ندانیم یا از آنها غفلت کنیم و گمان دیگری در مورد خودمون و کشورمون و ملتمون ببریم. ولی واضح‌تر از این است، این حقایق واضح‌تر از این است که کسی بتوانه اونو رو انکار کنه. گفتیم عظمت ایران نه فقط در زمان حال، عظمت ایران یک امر تاریخی است. در طول زمان کشور عزیز ما توانسته است در عرصه علم، در عرصه فلسفه، در عرصه سیاست، در عرصه هنر، در عرصه پرچمداری علوم اسلامی توانسته است در میان ملت‌های مسلمان و در برهه‌ای از زمان در میان همه ملت‌های جهان سرافراز بایستد و خود را نشان بدهد. عظمت ایران یک امر واضحی است که هر منصفی ناچار است اون رو تصدیق بکند. البته این مربوط به زمان ما و همچنین دوران تاریخی است. استثناء شده است از این وضعیت 200 سال قبل از پیروزی انقلاب در دوران اواسط قاجاریه به بعد و دوران منحوس پهلوی. در این دوران، در این 200 سال عظمت ایران متاسفانه پایمال شد که فعلا بحث ما ربطی به اون قضیه ندارد. در مورد اقتدار جمهوری اسلامی همین بس که جمهوری اسلامی کشور ایران رو
از زیر سلطه انگلیس و آمریکا بیرون کشید. این سلطه از اول قرن 19 میلادی تقریباً شروع شده بود. بر همه امور این کشور بیگانگان بیرحم و متکبر مسلط بودند. اقتدار جمهوری اسلامی همین بس که توانست کشور را و ملت را از زیر این سلطه ظالمانه نجات بدهد. همچنین اقتدار جمهوری اسلامی یکی از مظاهرش نجات کشور از شر حکومت استبدادی سلطنتی و پادشاهی موروث بود و همچنین جمهوری اسلامی در طول این 40 سال عمر خود در مقابل دستاندازی‌های دشمنان سینه سپر کرده است. برای اولین بار در این سالهای قرنهای اخیر در یک جنگی جمهوری اسلامی توانسته است مانع از تجزیه کشور بشود. قبل از دوران جمهوری اسلامی در دوران پهلوی و قاجار هر جنگی اتفاق افتاد یا دشمنان بخشی از خاک کشور را تجزیه کردند و یا خودشون حضور نظامی در کشور پیدا کردند و ملت رو تحقیر کردند. برای اولین بار ملت ایران در جنگ تحمیلی 8 ساله توانست جبهه وسیع دشمن رو به کلی ناکام کند، اونها رو از کشور بیرون براند، تمامیت ارضی کشور رو حفظ کند. اقتدار معناش اینه. اقتدار به این است که جمهوری اسلامی توانسته است اعتبار و احترام این کشور رو در منطقه و در کل جهان بالا ببرد و یکتنه در مقابل جبهه وسیع استکبار بایسته. گفتیم شکست ناپذیری ملت ایران که البته این به برکت اسلام است. علت دلیل این شکست ناپذیری و نشانه این شکست ناپذیری رو می شود در پیروزی ملت ایران در انقلاب بزرگ اسلامی، پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس، ایستادگی ملت ایران در طول 40 سال در مقابل توطئه‌های دشمنان مشاهده کرد. ملت ما عقب نشینی نکرد، از پای در نیامد، در مقابل دشمن احساس ضعف و شکستگی نکرد. این پیروزی ملت ایرانه، این وضع کشور است. البته توضیح بیشتری در این زمینه‌ها انشاءالله خواهم داد. این وضعیت امروز ماست. ولی برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت بزرگ ایران در صحنه نبرد سیاسی و نبرد اقتصادی عیناً مثل صحنه نبرد نظامی، اگر جبهه‌ای که احساس پیروزی می‌کند به خود مغرور بشود، راه پیروزی جلو او بسته خواهد شد.
مغرور شدن به پیروزی، نداشتن نقشه، نداشتن ابتکار برای تداوم پیروزی ها قطعاً موجب عقب ماندن در مقابل دشمن و موجب پیشروی دشمن خواهد شد. اگر مغرور بشویم، اگر به بیعملی و بی ابتکاری دچار بشویم ناکام خواهیم موند. باید تلاش را، مجاهدت را، ابتکار عمل را، استفاده از امکانات را به نحو اکمل ادامه باید داد. ما در نیمه راهیم، در اوائل راهیم، باید برسیم به اون قله‌ای که مورد نظر انقلاب اسلامی است. هم تلاش لازم است، هم راه بلدی لازم است، هم شجاعت لازم است، هم تدبیر لازم است. لکن اونچه که برای شما جوانها مهمه که بهش توجه کنید این است که نوک پیکان این حرکت عظیم ملی شما جوانها هستید. شما هستید که راه رو باز میکنید. پیران مجرب اگر خسته نباشند، بیحال نباشند، از کار افتاده نباشند، میتوانند راهنمایی کنند، ولی موتور پیشبرنده این قطار شما جوانها هستید. در گذشته هم همینجور بوده است. در همه عرصه‌های جهاد همینجور بوده است. ما در این حدود 40 سال جهادهای متعددی داشتیم. در همه این جهادها جوانها جلو بودند، جوانها راهگشا بودند، جوانها نوک پیکان بودند. در جهاد با طاغوت در دوره پیش از پیروزی، دوره مبارزات، در جهاد با تجزیه طلبان در آغاز پیروزی انقلاب که در شرق کشور، در غرب کشور، در شمال کشور تجزیه طلبانی پیدا شدند. در جهاد با این تجزیه طلبان جلودار این حرکت عظیم جوانها بودند. در جهاد سازندگی اجازه بدید، آمادگی شما رو میدونم، توجه کنید. در جهاد سازندگی که از رویش‌های آغاز انقلاب بود جوانها جلو بودند. اونها بودند که این حرکت عظیم جهاد سازندگی رو شروع کردند. در جهاد با تروریسم منافق و خائن در اوائل دهه 60، در جهاد با متجاوزین در 8 سال دفاع مقدس، در جهاد برای ترمیم خرابی‌های بعد از جنگ بعد از سال 67، در جهاد فرهنگی در برابر تهاجم فرهنگی سال 70 جوانها بودند که توانستند اون فضای دشوار رو به نفع انقلاب و اسلام تغییر بدن. جهاد علمی از حول و حوش آغاز دهه 80 جوانها بودند که در دانشگاه‌های مختلف، در پژوهشگاه‌های مختلف به ندای مطالبه پیشرفت علمی لبیک گفتند، راه علم و فناوری رو به صورت جهشی در کشور باز کردند و بالاخره
در جهاد با تروریسم تکفیری در دهه 90 در این سالهای اخیر و امروز هم جهاد فکری و جهاد عملی برای گشودن گره‌های اقتصادی بازم جوانان در برابر حوادث مشکلات اقتصادی کشور پیشنهادهایی به ما میدن که ما هم میدیم به مسئولین و میگوییم اینها رو دنبال کنن. بسیاری از این پیشنهادها مربوط به جوان هاست و پخته و کاملا کارگشا و راهگشا. جوانهای ما به حمدالله امروز در قبال مسائلی که کشور با آنها مواجه است هم صاحب فکرند، هم صاحب انگیزند و همونطور که اشاره شد مشکلات همه رو به تحرک وادار کرده است. جوانهای ما احساس تکلیف میکنند، احساس مسئولیت میکنند. امروز در حدود 10,000 هسته گروه‌های جهادی در سرتاسر کشور مشغولند که اینها در واقع مژده آینده کشورند، سرمایه عظیمی هستند برای آینده کشور. مشغول کارند، مشغول تلاشند. شاید صدها هزار کار مهم مربوط به طبقات ضعیف رو در نقاط دوردست کشور اینها انجام دادن و دارن انجام میدن، کارهای ریز و درشت به حسب نیازهایی که مردم دارن. این یک سرمایه عظیمی است برای کشور. باز هم پس نقش جوان هاست که مژده آینده بهتر رو به ما میده. شما جوان ها صاحب کشوری. بنده وقتی از جوان ها تمجید میکنم در صحبت ها بعضی ها میگویند معلوم میشود فلانی از برخی از جوان های منحرف اطلاعی نداره، از لاابالیگری ها و از خلافکاری های بعضی از جوان ها. نه، بنده از اونها هم مطلعم. بالاخره در کشور مسلماً جوانهایی هم هستند که این خصوصیات مثبت و درخشان در اونها وجود ندارد. اونها ریزش های ما هستند. حرف من این است که رویش های ما بر ریزش های ما رجحان دارند، غلبه دارند. بیش از اون مقداری که افراد به سمت لاابالیگری پیش می روند، جوانها به سمت تعهد، به سمت فکر و عمل در راه اهداف دارن حرکت میکنند و این مژده آینده است. بعضی اینها رو درک نمی کنند. نقش جوانها رو در آینده کشور بلکه در حال حاضر کشور درست در مورد توجه قرار نمیدن. بعضی ها حتی سعی میکنن وانمود کنن که جوانها مشکل کشورن، یا حتی کاری بکنن که جوانها رو تبدیل کنن به مشکل کشور. بنده به عکس معتقدم جوانها راه حل مشکلند، نه مشکل. خب حالا من با شما جوانهای عزیز که فرزندان عزیز من
به شمار می‌روید عرایضی دارم، اینها رو باید بهش توجه کنید. مهم اینه که شما جوانها تصور نکنید که راهی که پیش روی ماست یک اتوبان اسفالته بیمانع است. نه، راه پیشرفت به روی ما باز است، اما راه پرپیچ و خمی است، راه دارای فراز و نشیبی است. موانعی در این راه وجود داره. دشمن به طور کامل در مقابل ما فعال است. ما باید در مقابله با موانع این راه رو طی کنیم. این شرایطی دارد. گام اول برای اینکه بتوانیم این راه رو درست طی بکنیم این است که وجود و حضور دشمن رو حس کنیم. اون روشن فکر نمای راحت طلب و ریاکار و منافق که اساساً دشمنی آمریکا رو انکار میکنه و این دشمنی رو نمیفهمه و نسخه تسلیم در مقابل آمریکا برای ملت و دولت می نویسه، اون مرد این میدان نیست. اگر عامل دشمن نباشد حداقل مرد میدان مهم پیشرفت کشور نیست. گام اول بنابراین احساس حضور دشمن و وجود دشمن است. تا انسان نداند که دشمن در مقابل اوست برای خود حرز و حفاظ و سنگر به وجود نمی آورد و سلاح لازم رو در دست نمی گیرد. گام دوم اعتماد به نفس و عزم بر ایستادگی است. آدم‌های بیروحیه، مردد، ترسو، فرصت طلب، خودکمبین در این میدان هیچ هنری نمیتوانند نشان بدن اگر مانع برای دیگران درست نکنند. خودشون که هیچ کاری نمیتوانند بکنند، گاهی مانع هم در مقابل دیگران به وجود میارند. مایوسند، دیگران را هم مایوس میکنند. تنبلند، دیگران را هم وادار به تنبلی میکنند. قرآن کریم درباره گروهی از افرادی که در اون وقت بودند اینجور میفرماید: لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا و لاوضعوا خلالکم. یعنی اینها اگر به میدان جهاد هم با شما بیان، شما رو به فساد میکشانند. حتی اگر با شما بیانند به میدان جهاد، در میان شما اختلال ایجاد میکنند. کمک که نمی کنند مانع راه هم میشوند. البته جوانهای ما در همه اون جهادهایی که قبلا اسم آوردم و گفتم، در همه این جهادها جوانهای ما به این بلیه مبتلا نبودند. اعتماد به نفس داشتند، شجاعت داشتند، تردید نداشتند، بزدل و ترسون نبودند که اگر بودند کارها پیش نمی رفت. این هم گام دوم. گام سوم شناخت حوزه و عرصه تهاجم است. جنگ ما با دشمن و تهاجم دشمن به ما در کجاست؟
این رو باید درست تشخیص بدیم، باید تهدید دشمن رو درست فهم کنیم، اندازه اون رو بشناسیم، معلوم بشه عرصه تهاجم کجاست. اگر دشمن از مرز شرقی حمله می کند، شما نیروهاتون رو ببرید به مرز غربی، کار به جایی نخواهید برد، سودی از وجود نیروها نخواهید برد. باید بدانید دشمن از کجا حمله میکنه. همه نظام، همه کشور، همه مردم باید درک درستی از عرصه نبرد دشمنان داشته باشند. خب عرصه نبرد کجاست؟ بنده دو سه تا از عرصه های نبرد دشمن رو میگم. اول اسلام و ایمان اسلامی است. آمریکا از اسلام سیلی خورده است، از اسلام کینه در دل دارد. آمریکا از انقلاب اسلامی سیلی خورده است، از انقلاب اسلامی کینه در دل دارد. اینها در ایران همه کاره بودند، همه چی در اختیار خودشون بود. مسئولین کشور فرمانبر مطیع اونها بودند، منابع کشور در اختیارشون بود، سرمایه های کشور با میل اونها جا به جا می شد، سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشور و فرهنگی کشور به میل اونها برنامه ریزی می شد. دستشون از همه اینها کوتاه شد. کی کوتاه کرد؟ اسلام کوتاه کرد، انقلاب اسلامی کوتاه کرد. لذا دشمنن. بعضی ها از جمله نقزنها میگن آقا آمریکا رو بدگویی از آمریکا نکنید که با شما دشمن نشن. دشمنی اونها به خاطر این بدگویی و گفتن و من بر آمریکایی که شما میگید فقط نیست، اینا از اصل انقلاب، از اصل حرکت عظیم ملت ایران کینه در دل دارن. کید و مکر اونها به خاطر اینه. این اولین عرصه جنگ است. لذا اینها میترسن یک قدرت اسلامی بزرگی در این منطقه سر بلند کند، جلو مطامع اونها را به کلی در این منطقه بگیره. میخوان این اتفاق نیفتد. از این میترسن، در مقابل این صفارایی و جبهه گیری میکنن. روح ایمان از قدرت اسلامی و قدرت انقلابی میترسند. لذا سعی میکنن عناصر قدرت رو مخدوش کنن و از بین ببرن. عناصر قدرت ما چیه؟ استقرار و ثبات سیاسی است، امنیت اجتماعی است، وحدت ملی است، پایبندی به اصول و مبانی انقلاب است، حرکت پیشرفت رو به توسعه علمی است، توسعه و تعمیق فرهنگ انقلابی و اسلامی است. اینها عناصر قدرت ماست. با اینها مخالفن. البته با پیشرفت نظامی ما هم مخالفن، با موشک ما هم مخالفن، با حضور ما در منطقه هم مخالفن، چون اینها هم جزء عوامل قدرت و عناصر قدرت ماست. پس میدان جنگ اینجاست. میدان جنگ میدان تقابل استکبار با ایران اسلامی عبارت است از هر اون چه که موجب اقتدار ایران اسلامی است. بایستی این رو یکی از مراکز درگیری با
قدرت مستکبرین دانست. این یکی از مناطق درگیری است. یک نقطه دیگر از عرصه‌های درگیری فهم درست واقعیت‌های ایران و جهانه. اینی که شما فهم درستی از واقعیت‌های کشورتون داشته باشید، این به ضرر اونهاست. با این مخالفن، با این مبارزه میکنن. با چه ابزاری؟ با ابزار بسیار خطرناک رسانه، به خصوص رسانه هایی که امروز نوپدید است، با تصویرسازی غلط سعی میکنن افکار ملت ایران رو منحرف کنن. هم تصویر غلط درباره ایران، هم تصویر غلط درباره خودشون، هم تصویر غلط درباره اوضاع منطقه وانمود میکنن. یکی از تصویرهای غلط اونها اینه، وانمود میکنن که در موضع قدرتن، در حالی که در موضع قدرت نیستن. بله، قدرت سخت افزاری اونها یه قدرت قابل نشون دادن است، یعنی پول دارن، ابزار نظامی دارن، امکانات رسانه‌ای دارن. اینها ابزارهای قدرت است، منتها اینها قدرت‌های سخت افزاری است. در مقابله جهانی حرف اول رو قدرت نرم افزاری می‌زنند. قدرت نرم افزاری یعنی منطق، یعنی استدلال، یعنی حرف نوعی که تعیین کننده زندگی باشد، سخن نو به میان آوردن. اینا حرف نو ندارن، منطق ندارن. اینها در این قدرت نرم افزاری آمریکا به شدت ضعیفه. حرفش زورگویی است، منطقش ضعیفه. لیبرال دموکراسیش امروز در دنیا مفتضحه. رفتار و شیوه های اعمال لیبرال دموکراسی که به اون افتخار میکردن امروز در دنیا به صورت مفتضح مورد انتقاد صاحب نظران دنیاست. برای همین هم هست، به خاطر همین هم هست که شما ملاحظه میکنید در بسیاری از مناطق عالم آمریکای دارای قدرت اتمی، دارای تکنولوژی پیشرفته، دارای پول فراوان، در بسیاری از مناطق عالم شکست خورده است. در عراق شکست خورد، در سوریه شکست خورد، در لبنان شکست خورد، در پاکستان شکست خورد، در افغانستان شکست خورد، در مواجهه با قدرت‌های دنیا شکست خورده است و می‌خورد و امروز شکست‌های دیگری هم اونطوری که انسان مشاهده می‌کنه در انتظار آمریکاست. این تصویرسازی اونها از خودشون هست که یک تصویرسازی غلط و دروغینه. یک تصویرسازی دیگری دارن که اون هم به شدت غلط و خودآمیز است و اون تصویرشون از ایران اسلامی است. تصویری که سعی میکنن در افکار عمومی دنیا اون رو ترویج کنن و حتی سعی میکنن به خود ما هم، به خود ملت ایران هم این تصویر رو ارائه بدن، تزریق کنن و ما رو قانع کنن به نظرات باطل خودشون در مورد کشور ما. تصویر با تکیه بر مشکلات اقتصادی که امروز ما در کشور داریم و واقعیاتی است، اینا خیالاتی رو در سر
کم مغزشون و بی تدبیرشون میپرورانند. اخیراً شنیدم که رئیس جمهور آمریکا به بعضی از سران اروپایی گفته شما 2-3 ماه صبر کنید، 2-3 ماه صبر کنید، بعد از 2-3 ماه جمهوری اسلامی کلکش کنده خواهد شد. به اینا اینجور گفت. وقتی به یاد حرف‌های افتادیم که 40 سال قبل، 40 سال، 4 دهه قبل، همین کسانی که نوکران آمریکا بودند در داخل کشور و خود اونها به هم دیگه مژده میدادن، دلخوشی میدادن، آقا 6 ماه صبر کنید کلکش کنده میشه. 6 ماه میشد کلک کنده نشده بود، بودن 1 سال دیگه صبر کنید تمام میشه قضیه. 40 سال از اون زمان گذشته است. اون نهال باریک تبدیل شده به این درخت تناور. حالا این بیچاره دلخوشی میده به خودش و به همکاران اروپاییش که 2-3 ماه صبر کنید. بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که شتر در خواب بیند پنبه دانه. یهی گفتلو خورد گه دانه دانه. بله خدا خیرتون بده، خیلی ممنون. خداوند انشاءالله شما ها رو حفظ کنه. دشمن شما رو نشناخته، دشمن ملت ایران رو نشناخته، دشمن انقلاب رو و روحیه انقلابی و ایمانی رو نشناخته. این تحلیل غلط در تمام این سالها موجب گمراهی او شده است، هنوز هم موجب گمراهی است و این دعای معصوم علیه السلام منسوب به معصوم که الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، اعداء ملت ایران رو خدا از نادانان قرار داده است. ابله‌ها دشمنان ملت ایرانند. خب ما البته مشکل داریم، بله ما مشکل اقتصادی داریم، درست توجه کنید، درست توجه کنن جوانهای عزیز و مردم با انگیزه و مؤمن ما مشکل اقتصادی داریم، اقتصاد نفتی داریم که این خودش یک عیب بزرگ است. فرهنگ صرفه‌جویی نداریم، فرهنگ صرفه‌جویی در بین ما بسیار ضعیف است. این عیب است، اسراف عیب است، این عیوب رو ما داریم، ولی عیب واقعی اینها نیست. عیب واقعی بنبست است که به حمدالله نداریم. ما بنبست نداریم. توجه بفرمایید. عیب واقعی اینه
که جوان کشور گمان کنه که راه حلی وجود ندارد جز پناه بردن به دشمن، این عیبه. بعضی سعی میکنن این رو القا کنن به جوانهای ما. دشمن این رو میخواد. دشمن میخواهد ملت ایران رو به این نتیجه برسانه که بنبست است، راه حل وجود ندارد مگر پناه بردن به آمریکا و زانو زدن در مقابل آمریکا و تسلیم شدن در مقابل آمریکا. من صریحاً اعلام میکنم کسانی که در داخل کشور این فکر را که مطلوب و محبوب دشمنان است ترویج میکنند، اینها خیانت میکنند. این به کشور خیانت به کشور است. اینی که بر طبق میل دشمن ما ترویج کنیم که راهی جز پناه بردن به دشمن نداریم، این بزرگترین خیانت در حق ملت است. البته این اتفاق نمیفته. من به حول و قوه الهی و با همراهی شما تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت این اتفاق بیفته در کشور. این تسلیم سازی دشمنه. توجه کنید. این تصویر خودآمیز دشمن از وضع خود او و از وضع ماست. تصویرهای دروغینی که با هزارها شبکه تلویزیونی و رادیویی و اینترنتی امروز دارد به سمت ملت ایران و افکار عمومی ما سرازیر می شود. این تصویر سازی دروغینه. اما تصویر واقعی چیست؟ تصویر واقعی اینه که شما و همه جوانهای کشور باید جایگاه امروز کشور و ملتتون رو بدونید. این شرط اول اثرگذاری شماست. امروز سیاستمداران بزرگ دنیا و مغزهای سیاسی پخته و سنجیده دنیا ملت ایران رو به خاطر مقاومت 40 ساله تکریم میکنند. این اتفاق، این واقعیت، این چیزیست که ما به صورت روشن و مشخص این رو میبینیم و از اون اطلاع داریم. و دارم به شما عرض میکنم سیاستمداران پخته حتی در خود آمریکا، حتی در خود غرب و کشورهای اروپایی که با ما خوب نیستن، چه برسه در کشورهای دیگر، ملت ایران رو تحسین میکنن به خاطر اینکه 40 سال است این ملت در مقابل فشارهای دشمنان عقب نشینی که نکرده است، پیشروی‌های بزرگی هم انجام داده است، به یک قدرت خودش رو تبدیل کرده. این تحسین آور است. من چند سال قبل این رو گفتم که یک افسر برجسته صهیونیست گفته بود که من با ایران بدم، اما در مقابل
این کسی که این موشک رو، یکی از موشک‌های ما، یکی از 10 موشکی که 10 نوع موشکی که به وجود آمده است، یکی از اونها رو گفته بود من در مقابل اون کسی که این موشک رو به وجود آورده است به احترام بلند میشم و کلاهمو بر میدارم. اینجوری در مقابل این کشور، در مقابل این ملت، در مقابل مقاومت او، در مقابل پیشرفت او، مغزهای سیاسی دنیا احساس تکریم میکنند. ثانیاً واقعیت دیگر، کشور ما دارای ظرفیت‌های بسیاری است که کمتر کشوری در دنیا پیدا می شود که این همه ظرفیت داشته باشد، هم ظرفیت جغرافیایی، هم ظرفیت اقلیمی، هم ظرفیت نیروی انسانی، هم ظرفیت منابع زیرزمینی، هم ظرفیت امکانات روی زمین. ظرفیت‌های این کشور که برای اقتصاد کشور و پیشرفت کشور فوق‌العاده مهمند بسیار زیادن. البته ما از این ظرفیت‌ها درست استفاده نکردیم. بنده یک آماری رو دیدم و در یک جلسه گفتم، این حرف پخش هم شد، که ما از لحاظ استفاده نکردن از ظرفیت‌های کشورمون در دنیا اولیم. استفاده نکردن از ظرفیت‌ها. توصیه بنده همیشه به مسئولین همینه که ظرفیت‌های استفاده نشده رو شناسایی کنن و اونها رو ازش استفاده کنن برای کشور، برای تولید ثروت ملی. این هم دوم. ثالثاً ظرفیت بالفعل کشور. شما جوانهای مؤمن هستید، این تصویر واقعی است. جوانهای مؤمن در کشور که هم توانایی دفاعی دارن، هم توانایی علمی دارن، هم توانایی در زمینه مسائل فرهنگی دارن، هم توانایی در زمینه مسائل اجتماعی دارن و در بسیاری از صحنه‌ها این توانایی‌ها بروز کرده است. این یک ظرفیت، این یک تصویر واقعی از این کشور است. دشمنی که درباره ایران اسلامی اونجور فکر می‌کند، این مجموعه عظیم جوان مؤمن رو در کشور نمی‌بیند. رابعاً دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی بعد از کنکاش فراوان رسیده به تحریم، یعنی راه‌های دیگر در مقابل او بسته است. جز راه تحریم اقتصادی راه‌های دیگری ندارد. بقیه راه‌ها در مقابل او مسدود است. ولی من به شما عرض بکنم تحریم اقتصادی شکننده تر از اقتصاد ملی ماست. اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده و به لطف الهی، به حول و قوه الهی تحریم رو شکست میدیم و شکست تحریم شکست آمریکاست و آمریکا از ملت ایران با شکست تحریم یک سیلی دیگر باید بخورد. نقطه پنجم خامساً از تصویر درست از وضع کشور همین بسیج است، بسیج مستضعفین. این تشکیلات عظیم، این تشکیلات سراسری در کشور، این مجموعه عظیم مردمی
که سرمشقی شد برای بعضی از کشورهای دیگر که برن به سراغ جوانهاشون برای حل مشکلات گوناگون. بسیج که بسیج مصداق این آیه شریف است: الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. بعد از جنگ احد شایعه انداختن که بناس به مدینه حمله بشود، بترسید. قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بترسید از دشمن. اما مؤمنین در مقابل فزادهم ایمانا، در مقابل این تهدیدها و این عربده کشی‌ها ایمانشون بیشتر شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل. این بسیجه. بسیج مصداق همین آیه شریفه است که در مقابل تهدید دشمن نه فقط عقب نشینی نمی کنه، بلکه فزادهم ایمانا، ایمانش افزایش پیدا میکنه. این یک نقطه قوت است. بسیج یکی از نقطه های برجسته تصویر واقعی از کشور عزیز ماست و دشمن با بسیج خیلی مخالفه و عوامل دشمن هم با بسیج خیلی مخالف هستند. این هم نقطه پنجم. نقطه ششم، این بخش های برجسته و درخشانی که انسان در طول سال در مجموعه کشور مشاهده میکنه، از جمله گروه های جهادی که اشاره کردم که 10,000 تقریبا هسته گروه جهادی فعالند. بسیج سازندگی، راهیان نور، راهپیمایی های انقلاب، اعتکاف ها، مراسم حسینی و عاشورایی که روز به روز اینها رونق بیشتری پیدا میکنن. این تصویر واقعی از کشور. اینها چیزهایی است که با توجه به اونها میشود ملت ایران رو شناخت. البته هم به بسیج و هم به این نیروهای جهادی و فعالیت‌های جهادی و هم به راهیان نور، همه دستگاه‌ها موظفند که کمک کنند. من عرایضم رو کم کم خاتمه بدم. چند نکته رو، 2-3 نکته، 3-4 نکته رو در پایان سخن عرض کنم به شما عزیزان. نکته اول این است که فعلا دشمن از ابزار رسانه استفاده میکنه برای اثرگذاری بر افکار عمومی. توجه کنید، ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است. ابزار رسانه رو تشبیه میکنن به سلاح‌های شیمیایی در جنگ نظامی. سلاح شیمیایی رو وقتی میزنن، سلاح شیمیایی تانک و تجهیزات رو از بین نمیبرد، تجهیزات میمانه، انسان‌ها از بین میروند، از قدرت استفاده از ابزار میافتند. سلاح شیمیایی در جنگ نظامی اینجوری است. ابزار رسانه هم اینجوره. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه‌های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی علیه افکار عمومی ما استفاده می شود. این رو کسانی که مسئولیت این بخش از کشور را، بخش ارتباطات رو دارند، درست توجه کنند. ما در
جلسات حضوری هم به اینها تذکر دادیم، تأکید کردیم. حالا هم میگیم توجه کنن اونها ابزاری نشوند برای اینکه دشمن راحت بتواند سلاح شیمیایی خودش رو علیه این مردم به کار ببره. وظیفه خودشون رو بدانن و با جدیت عمل کنن. نکته دوم، اگر عزیزان من، اگر دشمن در ما وحدت را مشاهده کند، در ما احساس قدرت را ببیند که ما احساس قدرت میکنیم، در ما عزم راسخ را ببیند، عقب مینشینه. دشمن اگر ببیند که ملت ایران و جوانهای مؤمن ایرانی احساس حضور میکنن، احساس وظیفه میکنن و قدرتمندانه در وسط میدانن، دشمن عقب نشینی خواهد کرد. اما اگر احساس کنن که ضعف هست، احساس کنن اختلاف هست، احساس کنن بین مسئولین کشور همجهتی و همسخنی وجود ندارد یا بین مردم و مسئولین کشور فاصله افتاده است، تشویق میشن به اینکه شدت عمل خودشون رو زیاد کنن. این رو توجه داشته باشن همه، هم مسئولین کشور، هم آحاد مردم و به خصوص جوانان عزیز. ما بایستی به دشمن پیام قدرت بدیم، نه پیام ضعف. در حرف ما، در رفتار ما، در منش زندگی ما، دشمن باید احساس کند با یک مجموعه مقتدر مواجه و روبروست. اگر در ما احساس ضعف بکند، جری می شود، شدت عملش را افزایش خواهد داد. مراقب باشید. این هم نکته دوم. نکته سوم، من به طور قاطع با اطلاعی که از وضعیت کشور دارم قاطعاً میگویم این ملت و این نسل جدید و جوان تصمیم گرفته است که دیگه تحقیر نشه. تصمیم گرفته است تحقیر نشود. تصمیم گرفته است دنبال رو قدرت‌های بیگانه و دشمن نشود. تصمیم گرفته است که ایران عزیز را به اوج افتخار و عزت برساند و این توانایی رو دارد. هم تصمیم دارد، هم عزم راسخ دارد، هم توانایی دارد و انشاءالله به اینجا خواهد رسید. این جمعیت 100,000 نفری این ورزشگاه یادآور جمعیت 100,000 نفری در همین جاست که براشون صحبت کردیم در اواخر دهه 60 و حرکت کردن، رفتن در جبهه ها حضور پیدا کردن و پیروزی های بزرگی رو برای کشور به ارمغان آوردند و شما جوانهای عزیز هم انشاءالله در میدان علم، در میدان فعالیت، در میدان تحرک اقتصادی، در میدان کارآفرینی، در میدان کار و تلاش فردی و جمعی، در میدان شبکه‌سازی‌های اجتماعی و فرهنگی، در میدان حرکت‌های لازم آتش به اختیار، در هر جایی که احساس بشه انشاءالله پیروز و موفق خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آمنه ای ای آن شامت پاک یتیم آمنه ای به کوه عشق مقیم فراز و دامنه ای بگو به کوبه چشمان دشمنان امام